بگه اینو بابا جان این لباس درار. نه بابا نه آقا جان این لباس درار دیگه. نه عزیزم درار دیگه. نه درار بیار اینو در بیار اینو در بیار. درار دیگه. درار اینو. نه برای چی؟ آقا صدا نمیشه. درار دیگه بابا جان درار. اینو بده من اینها اینجوری ببند دور خودت. اینا اینجوری ببند دور خودت. چرا؟ اینها نه بیارش. جون من در. نه جون من در. آقا جون من در. بیا بگیر بله درار جون. نه بیا بابا های نمیدونم دوره نه بابا دراری نه پشت در پشت در به اینجا وایسا نه هیچ نمیبینه دره بابا هیچ نمیبینه دیگه درم نگاه نکنین شما در نگاه نمیکنه بابا هیچ نگاه نمیکنه اینو به من دور پاک این لونگو به من در زود نور رفت زود باش. آخه آفرین تنت به این قشنگی. این چیه سفید خوب نیست نور میده. خوب نیست بابا جان. به این در روزه میای با این لباس من هر کاری میکنم این لباسو دراری در نمیاری. چه خیری دیدی این ساعتت درار. نه ساعت ساعت نه مثلا تو این بیابونگردی نمیشه که این دستت باشه که بدم بادش ساعت بگه خیلی خوب. حالا بیا اینجا بیارش اینجا بیا جمعش کن اینو. بیا اینجا خب حالا این در رو کول کن. این در رو باید کول کنی. خیلی خوب حالا قطعا گرش بزن. نه بابا بابا این در کاری نداره که آخه نگاه کن بابا مثل پر کاهه. نگاه کن پدر نگاه کن آقا مستم نمیتونه یه دقیقه برش نه گفته حتی بچه گفته نه حتی بچه گفته کامرش در شب در پدرم ببین نگاه کن منو نگاه کن پدرم نه پنجا نگاش کن بابا منو نگاه کن ولش کن پایین حالا کت ببین ولش کن بیا همه میخوای برداری یک یکی میخوای یک یکی بده من نه محسن نه ببین نگاه کن جون بچت نمیکنه دیگه. من گفت برای حسن گفت کامرم شب درد میشه. خیلی خوب بچسباگ منصور بچسباگ ماسک نکنی گفت در کامرم شب درد میشه. گفت برای حسن ببین بابا جان آقا یه دقیقه استراحت کنید. کامرم در میشه شب در میشه نمیخوادی. خاموش کن من سوال تو خاموش. شب کامرم در میشه بابا خب این بنده خودم کمرش در میگیره. نه بابا جمعش کن دکتر جمع بابا فکر میکنه بخت لنکستر نه کامرم در میشه شب یک دقیقه نه ببشین اینجا نه بابا من میام حالا در میشه کامرم در میشه بیواره ببر بچه ها این ورا میام شما حاضر کن اومده چیکار میکنی شام؟ والا هیچی اومدن ببینیم تو داری چیکار ما که
اینجوری باشه که این همه داره میافتیم جلوی این بچه‌ها. اصرارت برای چی بود با بیایم فیلم بسازیم؟ بابا تو گفتی یه ویدیو خریدم، گفتم خوش به حالت، با همون ویدیو فیلمی که میسازی خیلی بهتر و فیلم ویدیویی کلاسش با میدونم 35 اینا اصلا زمین تاسم فرق میکنه. اصلا کلاس نداره شهاب، قضیه فرق کرده. سینمای آینده سینمای دیجیتاله. ببین مثل نویسنده دیگه، یه نویسنده یه قلم داره، یه فکر، قلم میگیره دستش مینویسه، اثر تولید میشه. ولی فیلمساز مینویسه، بعد میره مجوز میگیره، بعد بهش نمیدن، وقتی میدن حالا تازه امکانات وجود نداره. بعد از یه سال اگر که از 100 نفری که یه فکر خوبی دارن یه فیلم موفق شه اون فیلم رو بسازه، تازه توقیف میشه. بعد تازه این توقیف نشه سر و تاج زده میشه، سانسور میشه، بی‌معنی میشه، از زمانش میگذره. در واقع سینما تا وقتی سرمایه میخواد، تا وقتی سوبسید روش داده میشه، تا وقتی سانسور وجود داره، اصلا نمیدونم صنعت یا سینمای مؤلف که شعارشو میدن با دیجیتال. همین دوربین جفتکی ببینید، این دوربینه در واقع نقش قلم رو بازی میکنه. بحث سر اینه که هرچی ابزار کوچکتر میشه و نقش مؤلف توش بیشتر میشه، نقش کسانی که یک تیم وسیع رو شکل میدن، کسی که یه حرف نوعی داره با یه دونه ابزار کوچیک، اینه یه قلم، اینه یه نویسنده. برای گفتن حرفای روز و نه حرفای جدی هم میگم بابا، مگه مارکر قلمش کار قلم خیلی فرق میکنه. تو تمام تکنیکش در سرشو در روشنه این شما نه پاوت خودش روشنه. آره دیگه، من کسی این قرمزه تو جمعش کنم. نه بابا، حالا قرمز گرفته بود